میشه اون مرد پاکدین بزرگ میشه، 16 سالش میشه. فرانکم هی میرفته خردمندی میکرده میومده، سر میزده ببینه پسرش بزرگ شده یا نه، میدونه نبره بزرگ میشه. از مرد پاکدین یه تشکر میکرده با خردش و میرفته. تشکری میکرده میرفته. چی میگی؟ ای بابا این خیلی خوب با خردش خیلی خوب بود. دیگه نمیتونم بگم. وای دیگه نمیتونم بگم. آی خدا، دست خودم چیکار کنم؟ آخه چیه اینو میگی؟ چرا میگی؟ چه نمیتونی خودت، چرا خودتو میسوزونی؟ ای بابا. حالا ای وای نمیتونم نگه دارم اینو الان دیگه. من عجب چیزی گفتم. جوکر تایم شد. ای وای ای وای ای وای. یاد نمیشه نمیشه دیگه. آقا من 20 قسمت اینو درست کردم اینجوری نبود. اکستریمش داری میکنی؟ نکن اکستریمش نکن، خیلی همونجور نگر دار، یواش باش. اصلا منو 16 رو میبینم خندم میگیره. چرا؟ آخ 16 رو چرا خندم میگیره؟ بچه ببخشید دیگه، نه که اینو بذارم توی داستان، ولی خب حالا شاید گذاشتم. اصلا نمیدونم به چی میخندم، ولی بگذاریم. ای بابا چرا یهو؟ حالا